الحمد لله الذي قال في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز روز جمعه موعظه‌ای که ما و شما امروز میشنویم انشاءالله این دوامی جمعه گذشته هست، در باب توبه هست که آیا توبه بنده مؤمن، بنده گناهگار در نزد پروردگارش آیا قبول می شود یا نمی شود و شرطهای او را الحمدلله که شما جمعه پیشین شنیدید که چگونگی باید انسان پیش از آنی که توبه کند کدام عملها را باید که انجام و بعدا رجوع به سوی پروردگارش کند. پیش از آنی که این جمعه را آغاز کنیم اولا از این ساعتهای خیلی پراجر استفاده برده یک جایه با شما دستی به دعا می برداریم و از خداوند متعال مسئلت داریم که خدای مهربان این روز جمعه که روز سید است، خدا بر همه این بندگانی که در خانه تو جمع شدند این روز را روز مبارک بگردان و خدایا سراسر آن اجرهایی که در این روز جمعه هست و حبیبی تو بهترین روز جمعه را خوان. خدایا این بندگان خودت را از این روز برخوردار بگردان و هر عبادت هایی که امروز ما انجام می دهیم از سحر تا شام، خدایا اینها را به سر ما نزنی و درگاهت مقبولش بگردانی و در هر نیکی 10 گفتی 700 گفتی. خدایا این عملهای ما که از عملهای نیک به شمار می رود این اجرهای وعده کرده را خدای در نامه اعمال این بندگانت کتابت بفرمایی و خدایا توبه ما را به درگاهت قبول بگردان، گناههای ما را خدای مهربان مغفرت بگردان و تمام آن بندگانی که از جانب ما گذشتند خدایا رحمت و مغفرت شان بگردانی و تمام آن مهمانهایی که در این جمعه های ما اشتراک دارند در هر قدمشان خدای مهربان حسنات کتابت بفرمایی. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. عن ابو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. میخواهم پیش از آنی که در باب توبه
از آیه ها و احادیث های پیغمبر با شما صحبت داشته باشم. یک حدیثی را که از نام پیغمبر ابوبکر صدیق روایت می کند و می گوید که حبیب خدا فرمودند: من اغتسل یوم الجمعه کفرت عنه ذنوبه و اذا مشى الى الجموع كتب الله له بكل خطوة عبادة 20 سنه. پیغمبر ما و شما فرمودند هر وقتایی که امتان من در روز جمعه، وقتی صبح جمعه می دمد و این بندگان خدا برای تیاری دیدن روز جمعه لباسهای دیگری خود را آماده می کنند و برای این روز جمعه غسل می کنند، یعنی تمام وجود خدا، تمام لباسهای خدا معاینه می کند، نگاه می کند که آیا این بدن من، آیا این لباس من ارزنده این نماز جمعه را دارد یا ندارد. وقتی با این عملها امتان من وقتی که چنگ میزنند، حبیب خدا گفتند یعنی مقصد از غسل کردن روز جمعه، مقصد این پاکیزگی است، مقصد این تازگی هست. شما از قصه هایی که من به سمع شما رسانیدگی هستم آگاه هستید که حتی حبیب خدا با مردی که موی او پر از خاک بود، موی سر او شانه ناکرده بود، حبیب خدا با او سلام نکرد تا زمانی که او را با ترتیب نآوردند، تا زمانی که بدن او را نشستند. یعنی از این عملهای پیغمبری خدا معلوم می شود که اسلام ما فقط و فقط پاکیزگی را طلب می کند، فقط و فقط تازگی را طلب می کند. از این خاطر هر کدام شما وقتی که به نماز جمعه می آیید، الحال من مکافاتی آدمهایی که پاکیزه می آیند از زبان حبیب خدا به سمع شما می رسانم چی مکافات دارد. پیش از این مکافات شنیدن، پیش از آنی که شما به جمعه می آیید باید که بدنهای شسته داشته باشید، بدنهای تازه داشته باشید، لباسهای الاهیده، لباسهای پاکیزه داشته باشید، لباسهایی که از دیگر روزها فرق کننده باشد اگر وجود داشته باشد. اگر وجود نداشته باشد این گونه لباسها همان لباسهایی که در بر دارین لباسهای بی بوی باشد، لباسهای تازه باشد، تا که از پهلوت، از برادری که در پهلوی تو است از او خجالت نشوی. در هر یک لباس هاتون، حتی جوربایی که در پاتون می پوشید، بالای قالین ها، وقتی پای خودم میگذارین الکه این قالین ها بوی پای شما را میگیرد. یک برادر مؤمن تو دیگر بالای او سجده کردن نمیتونه. ما هر جمعه الحمدلله اینجا برادرمان اکای دولت خدا نگهش دارد، هر جمعه بین هر یک جمعه همین قالینی که بالای اون نشستگی هستین، بغیر آنی که فراش ایرا میرو و تازه میکند، باز از همون پیلساس استفاده میبریم، همه گرد و چنگی را میکشه میگیریم تا که شما آزار نیابین. از یک جهت آزار نیابید، از جهت دیگر باید که شما عبرت گیرید که باید که زیر پای انسان تازه باید باشد، پاکیزه باشد، جای نشستی او باید بی بوی باشد. این اسلام از ما و شما طلب دارد. چند قدر خودتان اهمیت دهید، چه در روز جمعه چه در غیر روز جمعه. حبیب خدا گفتند کدام انسانی که اگر با بدنهای شسته
با لباسهای پاکیزه وقتی به نماز جمعه می آید، گفتند تصور کند که خداوند با سبب این پاکیزگی که این بنده به وجود آورد، تمام گناههای اون بنده را خداوند مغفرت گردانید. تصور کنید این قدر گناهایی که شما کردید که انسان به واسطه گناه در نزد پروردگارش چی است؟ در عذاب مبتلا می شود. سبب شرمندگی آخرت ما و شما این گناه کردن است. انا همین گناه ها را خداوند به سبب پاکیزگی شما الکی مغفرت می‌گردانده است. وقتی که شما با این بدنهای آلفته خود، پیغمبر خدا در دوام حدیث گفتند وقتی قدم زنان شما به سوی مسجد می آیید، در هر قدم شما گفتند عبادت 20 سنه، خداوند 20 سال عبادت می نویسد. هر یک قدمی که شما به سوی جمعه میگذارید، تصور کنید چند قدم، چند هزار قدم، اینا به 20 ضرب کنید. 20 سال عبادت خداوند در هر یک قدم شما برای خاطر و فضل این روز جمعه. خوش به حال همون برادرانی که امروز چه در کارخانه های دولتی کار میکنن، چه در دکان های شخصی کار میکنن و روز جمعه را برای خود روز عبادت اعلان کردن و اشتراک دارن، انشاءالله از این ثواب ها خیلی برخوردار می شوند. حضرت سعید ابن مسیب میگوید صلاة الجمعه احب الی من حج تطوع. حضرت سعید ابن مسیب میگوید همین نماز جمعه که 2 رکعت من میخوانم برای من محبوب تر است، گفت از یک حج نفلی که من میگذارم، از یک حجی که من میکنم، از حج دا گفت برای من محبوب تر، گفت این نماز جمعه هست. و نکتب ما قدموا آثارهم. شما اگر اول مبین سوره یاسین خوانید، در آخر او خداوند این آیت برای ما و شما آوردگی هست که ابن کثیر خدا رحمت کنه در تفسیرش میگوید از این مطلب، از این آیت و نکتب ما قدموا آثارهم، خداوند این است که هر قدم شما را، در هر قدم شما خداوند نیکی می نویسد. که حدیثی را از بنی سلمه هم روایت میکند که این حدیث فکر میکنم شما شنیدگی بدین که حتی حبیب خدا گفتن وقتی بنی سلمه خواست که به نزدیک مسجد آمده و در پهلوی مسجد خانه ساز کنند، خانه تیار کنند برای محبتی به مسجد داشتنشان، حبیب خدا چی گفت؟ بلغنی انکم تريدون ان تنتقلوا الى قرب المسجد. من شنیدم، آوازه شد که شما قبیله بنی سلمه میخواهید که در اطراف مسجد من خانه بنا کنید. گفتم بله ای پیغمبری خدا، ما نیت اینه داریم. پیغمبری خدا چی گفتن؟ گفتن دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم. ای بنی سلمه گفتن از این مکان خود نجنبید، گفت مکان خودتان تغییر ندهید، گفت این راه دوری که شما از مسجد قرار دارید، در هر قدمی که شما به سوی مسجد من می آیید، شما را خداوند در هر قدمتان حسنات می نویسد، شما از این حسنات محروم می شوید. از این خاطر گفت به نزدیک مسجد آیید، همان دور بدن شما بهتر است. گفتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. پیغمبر خدا حدیث گفتند دروازه پروردگار
دروازه مغفرت او، دروازه قبول او شب کشاده می شود. برای چی کشاده می شود؟ لیتوب مسیء النهار، تا که کسانی که در روز گناه کردند، کسانی که در روز جنایت در نزد پروردگارشان صادر کردند، تا که گناهکارهای روز پروردگار دعای آنها را، توبه آنها را قبول بگرداند. پیغمبر خدا گفتند خاطر کشادن دروازه مغفرت پروردگار در شب اعظمی خاطر است که آن کسانی که در روز گناه کردند، شاید که شب دست خود بردارند و به سوی پروردگارشان از این گناهایی که در روز کردند پشیمان شوند و به سوی پروردگارشان زاره و تولا کنند که خدایا این گناهایی که امروز از من سر زد، با فضل خودت، با این صفتهایی که تو غفار هستی، ستار هستی، خدایا گناههای مرا مغفرت بگردان. و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل. دروازه پروردگار گفت پیغمبر خدا روز هم کشاده هست، شب میکشاید تا که گناهکارهای روز توبه کنند و روز کشاده میکند دروازه های رحمت و مغفرت شد تا که کسانی که در شب گناه کردند، در خلوتی ها گناه ها کردند، شاید که این بنده ها در روز پشیمان شوند و روز به سوی پروردگار خود دست بردارن و از این گناهایی که شب کردن به سوی پروردگارشان زاره و تولا کنند تا که خداوند میگوید که من توبه اینها را قبول بگردانم. من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه. پیغمبر خدا گفتند من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها. طلوع شمس از مغرب این یکی اشراط ساعت است، یکی از نشانه های روز قیامت است که آفتاب برآمد خودش از طرف مشرق تأخیر می‌دهد بلکه از جانب مغرب می‌براید. پیغمبر خدا گفتند تا زمانی که همین آفتاب از جانب این مغرب می‌براید، اگر بنده مؤمن توبه کند خدا توبه او را قبول می‌گرداند. ان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. حتی پیغمبر خدا میگوید بنده های خدا اگر تا زمانی که جان در حلقشان در غرغره می آید، اگر در همان زمان هم که اگر توبه کنند خداوند توبه اونها را قبول می گرداند. اینا همش از رحمت پروردگار است که حکایه میارند که یک بزرگ، یک عارفی با خدا وقتی از او پرسان کردند که آیا توبه نمی کنی؟ گفت پیغمبر خدا گفتند که توبه بنده مؤمن خداوند تا زمانی که جان در غرغره آید تا همون زمان قبول می‌گرداند. این مرد دیگر گفت در اصل گفتی راست گفتی، در اصل حدیث پیغمبر خداست، حقیقت گفتی، لکن تو چی کاره هستی؟ گفت من دوزنده هستم. گفت چند سال شد دوزندگی داری؟ گفت 30 سال شد که من دوزنده هستم. 30 سال شد. آیا از همه کار آسان ترین در دوزندگی گفت چیست؟ عادی ترین کار او چیست؟ گفت قیچی را گرفتن و همون گزوا را بریدن. گفت از همه در کار آسان ترینش است.
گفت اگر جان در غرغره آید و در دست تو قیچی را دهند، آیا تو گفت همون عادی ترین کاری که 30 سال تجربه کاری داری انجام داده میتونی؟ گفت نه نمیتوانم. گفت وقتی بنده مؤمن که اگر در توبه کردن عادت نداشته باشد و زمانی که غرغره در وجود او پیدا می شود و چگونه به سوی پروردگارش توبه کرده میتواند؟ یعنی انسان باید که زبان توبه کننده داشته باشد. هر روز چگونه ای که در جمعه پیشین برای شما گفتم، حبیب خدا چی گفتن؟ یا ایها الناس توبوا الی الله توبه نصوحا فانی استغفر الله فی اليوم 100 مره. حدیث مسلم است. ای مردم به سوی پروردگارتان توبه کنید، توبه صادقانه کنید. من که حبیب او هستم، من که معلم شما هستم، هر روز 100 بار به سوی پروردگارم توبه میکنم. 100 بار. باید ما و شما هم روزی دراز باید زبان توبه کننده داشته باشیم، به سوی پروردگارمان طلب مغفرت کنیم که خدای مهربان این گناهها و این خطاهای ما را ببخشد. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، مگو ای تشنه فردا آب نوشم، و پیری در راه طاعت بکوشم. حضرت مولوی را خدا رحمت کند، برای بعض همون اشخاصی که این گونه شعار دارن که آینده به توبه میکنیم، 30 سال ما که به یک جای رسید بعداً مسجد می آییم توبه میکنیم، برای اینها خیلی خوب اشاره کردن. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، و پیری در راه طاعت بکوشم. با بوی پیری چندین نوجوانی، برفت به توبه از این دار فانی. بسیاری کسانی بودند که اونها هم این گونه تکیه داشتند که آینده توبه میکنیم، آینده اصلاح میشویم، از این کردارهای بدمان میگردیم، مثل شما در نمازهای جماعت و جمعه اشتراک میکنیم. لکن اجل به اونها مهلت نداد. خداوند جان اونها را گرفت، بی توبه از دنیا گذشته رفتند. وای به حال اون شخصی که از دنیا بی توبه میگذرد. باور کنید هر گناهی که شما میکنید این رحمت پروردگار است، این ما پوشیده نمیتونیم. همه گناه شما را خداوند میبخشد زمانی که شما اگر توبه کنید. هر گناهی که شما دارید. آیتی که الحال من در خطبه برای شما خواندم از سوره زمر است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله انه هو الغفور الرحیم. پیغمبر خدا میگوید در دنیا از این آیت دیده برای من محبوبتر آیت دیگر وجود ندارد. از همه آیت‌های قرآن برای من محبوبترین آیت انا همین آیت است. گفت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. این آیت برای من محبوبترین آیت به شمار می رود. این چی معنا دارد؟ خداوند بین میگه قل، بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، و تمام بندگان من بگو، آن کسانی که عمر خودشان اسراف کردند، آن کسانی که در گناه و در معصیت آلوده شدند، آنها را با پروردگار را ببین. مفسران میگویند باز در همین جا لطف الهی را ببین که بنده های گناهگار عبادی الذین میخواند خداوند، بندگان من. اینها با سبب گناه باید که بندگان پروردگار نمیشدند، لیکن خداوند با سبب گناه باز بندهان من خبر دی میگوید، بندگان من خبر دی. این رحمت پروردگار است. کل رحمت طباق ما بین السماء والارض. پیغمبر خدا گفتند، خداوند میگوید که بین زمین و آسمان رحمت من همه پوشیدگی هست.
بین آسمان و زمین همه از رحمت من پر شدگی هست. اینا رحمت الهی است که بنده های گناهکارش باز می بخشد، با شرطی که اگر همون بنده گناهکار انصاف کند و از گناه های خود مانده شود و به سوی پروردگارش فریاد زند و به سوی پروردگارش زاره و تولا کند، انشاءالله خداوند رحمتش برای او از رحمتش این بنده را بی نصیب نمی گرداند. من جاء بالحسنه، رحمت الهی را بینید، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها او ازید. کسی که اگر، این حدیث قدسی است، خداوند میگوید کسی که اگر باید نیکی و سوی درگاهی من می آید، من در عوض یک نیکی این بنده 10 نیکیش میدهم او ازید و باز زیاده هم میتونش. و من جاء بسیئه فجزاء سیئه سیئه مثلها او اغفر. اگر یک بنده من اگر با گناه به سوی من بیاید، در بدل گناهش یک گناه می نویسم، اگر خواهم می بخشمش. من تقرب مني شبرا تقربت الیه ذراعا و من تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا و من اتانی یمشی اتیته حرولة و من لقینی بقراب الارض خطیئة ولا یشرک بی شیئا لقیته بمثلها مغفرة. حدیث قدسی. خداوند میگوید هر وقتایی که اگر بندگان من یک وجه به سوی درگاه من نزدیک شوند، من که پروردگار اونها هستم به جانب اونها یک ذراع نزدیک میشوم، 1 متر نزدیک میشوم. اگر 1 ذراع به من نزدیک شوند، من 2 ذراع به اینها نزدیک میشوم. اگر به جانب من آهسته آهسته آیند، من به جانب اینها دوان دوان می آیم. پروردگار رحمت چه بینید. در دوام چی میگوید؟ و من لقینی بقراب الارض خطیئة. اگر بنده من با پوری همین زمینی که هیچ حد و کنار ندارد، اگر آنقدر گناه کند که بالای همین زمین میپشاند، حتی تبلغ عنان السما، حتی گناهش میگه زمین پر کرد، بعد از پر کردن به سوی آسمان برآمد، وقتی اگر به جانب من بیاید، به نیت مغفرت گناه بیاید، ولا یشرک بی شیئا، با شرطی که در من شریک نآورده باشد. من برای شما درباره شرک جمعه پیشین سخن گفته بودم. بین خداوند میگوید اگر زمین با پوری زمین اگر گناه کرده باشد، گناهاش حتی که پرواز به سوی آسمان کرده باشند، آسمان اگر پوشیده باشند، لیکن در بین شرط من پروردگار اگر شریکی در من نآورده باشد، یعنی از مزارها مدد طلب نکرده باشد، اگر اطراف شهیدها را طواف نکرده باشد، اگر پیش فالبین ها نرفته باشد، اگر پیش بینکا نرفته باشد، اگر پیش جادوگرها نرفته باشد، شرم از باور کنید. مرد مسلمان زنش در نزد خانه بینک ایستاده است، خانه جادوگر می رود، اینا شرم هستند. برای همه شما من خبر می دهم که پیغمبر خدا میگوید من اتا عرافا فصدقه بما قال. اگر کدام شما پیش عراف رفتید، عراف گفتن همون فالبین و همون جادوگر و همون بینکایی که وجود دارن، اونا که کافرن، اونا حکمش در اسلام کفر است، اونا کافر هستند. وقتی شما اگر پیش اونها می روید، پیغمبر خدا گفت فصدقه بما قال، وقتی اونا یگان چیزی میگوید، فسأله عن شیء، یک چیزی از او تو میپرسی، بعدا به تو یک جواب میگوید. پیغمبر خدا گفت اگر تو گویی که راست گفت، فقط کفر بما انزل علی محمد، تو به قرآنی که به محمد نازل شده از کافر شدی. یک تصدیق تو، یک سخن
بینوکه، یک سخن فالبینه، یک سخنی که اگر همون جادوگرا را شما گفتی راست گفتی، فقط کفر بما انزل علی محمد. محمد میگوید که کافر شدید ای امتی من به همان قرآنی که به محمد نازل شد. اینی لست بکاهن و این الکاهن و الکهان و الکهان فی النار. پیغمبر گفت که من کاهن نیستم، من جادوگر نیستم، من فالبین نیستم، من بینوک نیستم. لیکن برای شما میگویم که کاهن ها، یعنی همون جادوگرها و بینوک ها و فالبین ها، چی مرد باشن چی زن باشن، چی شخصانی که از غیب سخن میگویند، همه اونها در آتش دوزخ هستند. گفت عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم. این غیب خودش فقط پروردگار میداند، غیب هیچ کس دیگر نمیداند. اونها بسیار به ترتیب هستند. من روزی 15 نام نورالله کند، نامش نورالله بود است، از فیض آباد بود است، 50 ساله مردک بود است. همین کسب جادوگری و کسب فالبینی و کسب بینوکی را داشته است. وقتی با یک همخدمت خود بیچاره دختری او در همون مقاله میارد که وقتی که بابای همین دختر از آشیانه دوم میافتد، معینه سری او که در اونجا پاش میخورد، این دخترچه که میبیند میترسد. یعنی در وجود یک ترس پیدا میشود. برای ترس الحمدلله امروز دعاخانه‌ای داریم که رقیه میخوانند، امروز از آیت قرآن تبابت میکنند. وقتی این بیچاره کسلیدار بگیم، وقتی این رفیقش که آوازش شنیدگی بود، وقتی با او مراجعت میکنند میگوید دختر تا پیش من روان کن. این دختر نابالغ بود از باز. دختر تا پیش من روان کن با یک کرته سفید، با یک لطه سفید، با 2 چینی آب نارسیده، با 2 برگ انجیر، پیش من روان کن تبابتش میکنی. افسوس که نام این ملا نه بلکه جادوگر است. در ما و شما این عادت شده است میگد ملاگیش کردن. نه، ملاگی نه بلکه جادوگریش کردن. و میگوید 3 روز پیش من کسی ندارآید. 3 روز این دختر همراه این بدبخت دیگر در یک خانه، این بینوک، این فالبین، دختر مجبور میسازد، عریانش میکند، مادرزادش میکند، مجبور با او یک جایه میشود. وقتی این دختر 3 روز بعد، نابالغ دختر، وقتی پدر از اون میپرسد و آوازه میکند که اکنون تیار بینید، خانه در تیاری بینید که دخترتان خوب شد، بیچاره در خانه میگد گوسفند ذبح میکنند، منتظر این وحشی هستند. وقتی میآید از دختر میگوید بی نهایت یک حالت خیلی ناخوب و آب چشم در پیش پدر میکوید و میگوید مرا کجا بردی تو؟ یعنی در حالت من گرفتار هستم، دیگر هیچ بیان کردن نمیتونم. در حال بیچاره خبر میدهند در اداره های دولتی این بدبخت از آزادی محروم میکنند. یعنی یک شرمندگی است. یعنی زنی که پیش اینها می رود یقین دانین که وای دیگر آباد نمی آید. احتیاط کنین. اگر مرد باشین، ناموس داشته باشین، زنهاتون پیش فالبین ها و پیش بینک ها و پیش جادوگرها روان نکنین. اونا به خدا قسم در اسلام حکمشون کافر است. اونا که حکم کفر دارند. اگر دولت اسلامی باشد قتل اونا واجب است. اینا شرکی به خدا هستند. پیش اینها رفتن، از اینها مدد طلب کردن، از اینها یاری طلب کردن، شما یقین دانید که دین تان بای میتین تمام. شما از دایره ایمان و اسلام دور بشوید. پیغمبر خدا این حدیث قدسی را برای ما و شما بیان دارد که اگر بنده مؤمن با تمام پوری زمین اگر خطایی کند، زمین پر شد از گناه این بنده، بالا برآمد سوی آسمان گناه ها، آسمان هم همه را پوشانید. رحمت پروردگار من برای شما صحبت دارم.
خداوند گفت که اگر شرکی در من نآرد، یعنی این عملهایی که من برای شما نامگیر کردم اگر انجام ندهد، لقیتها بمثلها مغفرة، قسم به عظمتیم که گفت با این قدر پوری زمین و پوری آسمان، با این قدر مغفرت گو من بالای این بنده هجوم میکنم، تمام گناههای این را گو کوره میکنم، در جای این قدر گناه کردگیش حسناتش مینویسم، اگر با شرطی که این بنده از صدق به سوی من بیاید، توبه به سوی من کند. پیغمبر خدا میگه لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده عند العرش. وقتی که پروردگار تمامی موجودات که آفرید، کتاب دارد میگوید در بالای عرش نزد خودش است. در همون کتاب یک عباره پروردگار نویساند. چی بود؟ ان رحمتی تغلب غضبی و فی روایت ان رحمتی غلبت غضبی و فی روایت ان رحمتی سبقت غضبی. در همون کتاب پروردگار که در پیش همون ذات است یک عباره بوده است. عبارت همین بوده است که خداوند گفت است رحمت من بالای غضب من غلبه کرد، یعنی رحمت من از غضب من دیده زیادتر است. در دیگر حدیث ها پیغمبر خدا میگوید که خداوند رحمت 100 جز کرد، 100 پاره کرد. فامسک عنده 99 لیوم القیامت. 99 رحمت پروردگار نزد خودش میگه نگه داشت در روز قیامت، برای روز قیامت. و انزل فی الارض جزءا واحدا. یک رحمت پروردگار در روی زمین میگوید پرتافت. یتراحم خلائق. انا همین قدر رحمی که در دل بنده ها هست، در دل حیوان ها هست، انمون یک جزء رحمتی هست که خداوند در بالای زمین او را پرتافتگی هست. حتی پیغمبر میگوید حتی ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشیت ان تصیبه. حتی میگوید حیوان بین همون پایش که در زیرش فرزندش خواب باشد در بالای اون میگذارد که رحم دارد، انا همون رحمم از همون یک جزئی که پروردگار در روی زمین پرتافته است از همون به حساب میرود. یعنی این رحمت پروردگار است. اگر کدام انسانی که خواهد که از این رحمت‌های پروردگار برخوردار شود، خیلی کار آسان است، خیلی کار آسان است. از گناه‌ها پشیمان می‌شود و به سوی پروردگارش توبه می‌کند. اگرچه امروز برادر عزیز تو اگر 20 سال و 15 سال زنا کرده باشی، اگر تو 10 سال و 15 سال عرق نوشی کرده باشی، تو را خدای مهربان می‌بخشد. خود گفته عیسی است لا تقنطوا من رحمت الله. شما ای بندگانی که گناهگار بودید از رحمت من ناامید نشوید. انه هو الغفور الرحیم. خدای شما غفور است، رحیم است، گناههای شما را میبخشد. حبیب خدا میگوید التوبه عن الذنب كالصابون فی الثوب. کسی توبه از گناه میکند همچنان است که در لباسش صابون دوانده باشد. چگونه یک صابون ما و شما میگیریم لباس ها پاکیزه میکنیم، چرکی او را از لباس دور میسازیم، انا همین توبه چی است؟ توبه این صابون است، گناه های ما و شما را شسته نابود میگرداند. دوره های حضرت عمر بود، میگوید حضرت عمر خدا رحمت و مغفرت کند، عادت مبارکش این بود که در کوچه های مدینه دور میگشت، از حال مردم خبردار میشد و ناگاه میگوید روز در راه نگاه کرد که روپروی او یک جوانی می آمد. این جوان با دیدن عمر تمام وجود او را لرزه فرا گرفت. برای چی؟ زیرا که در زیر کشش یک شیشه عرق داشت. اگر عمر از این عرق درکدار میشد و چند دره در پشت میخورد، شاید که با همون ضرب دره از دنیا میگذشت. این جوان
دیگر از راه عمر بیراه شده نتانست. رو پروی عمر آمد و حضرت عمر سلام داد با خلیفه مسلمان ها. حضرت عمر جواب گردانید و پرسید زیر کش چی داری؟ وقتی این سؤال عمر کرد، این جوان دیگر میگوید این زمین برای من تنگی کرد. دیگر حال خود من خودم میدانستم و پروردگار، زیرا چنان جذبه ای که عمر داشت دیگر همه را من از دست دادم و با دلم در حال چی گفتم؟ الهی ان لم تخجلنی عند عمر و سترتنی لا اشرب خمر ابدا. ای پروردگارا گفت، الحال گفت یک موقع آمده است که بجز ذاتی تو دیگر هیچ کس در من پشتیبان شده نمیتواند. ای خدای مهربان گفت، از درگاه تو از صدق پرسان میشوم که اگر مرا در پیش عمر خجالت نگذاری، اگر این گناه مرا در نزد عمر ستر کنی، قسم به بزرگیت ای پروردگار اصلا دیگر این عرق را در دستم نمیگیرم، اصلا عرق نمی نوشم. ای خدای مهربان مرا الحال شرمنده نکن. میگوید این جوان سراسیمه گفت زیر کشم گفت سرکا دارم. سرکا گفت همون اکسوسی که ما و شما داریم. گفت همون سرکا دارم. حضرت عمر گفتن ارینی حتی اراهو، برار گفت تا که من او را بینم. جوان میگوید لرزان لرزان از زیر کش برآورد. وقتی عمر نگاه کرد این جوان میگوید عقلم نگرفت که این خود عرق الله که به سرکا مبدل شدگی بود. از حسابی میگوید این توبه صدقه که من به سوی پروردگار کردم و از خدای خود این زاره و تولا را که کردم، الله که میگوید عرق برآوردم، نگاه میکنم که اون عرق من اون عرق نبود بلکه به سرکا مبدلش کرده بود خداوند. یعنی توبه من از صدقی بود، پروردگار قبولش کرد. و صاحب کتاب میگوید ای مردم عبرت گیرین، میگوید بنده از بنده ترسید. عمرم بنده خدا بود، این جوانم بنده خدا بود، از بنده ترسید و از صدق دل توبه به سوی خدا کرد، خدا بخشیدش. وقتی که شما به سوی خدا زاره و تولا میکنید، چگونه خدا گناه شما را نمیبخشد؟ البته میبخشد. از این خاطر ما و شما کاری کنیم که از این رحمت و از این مغفرت پروردگار من دور نباشیم. اگر پدرهایی که شما در کدام سن و سالی که اگر ایمانی به خدا آورده باشید، اگر شما امروز مسجدی شده باشید، اگر امروز شما دلسوز مسلمان ها باشید، یقین دانید که آن گناهایی که شما در دوره های شوروی کرده بودین همه اون پروردگار شما مغفرت کرد. فقط از این جانب شما اصلاح شوین. در آن گناهایی که کرده بودین در آنها چیکار کنین؟ غمگین باشین که خدا و بسوی خدای ختان زاره و تولا کنین. ان شاء الله پروردگار همه گناههای شما را بخشیدگی است. بعضی جوانها باور کنین از بعض ملامت های همین پیشواهای ما و شما تا حال بیچاره ها مسجد آمدن نمیتونند. علل خصوص در مردم ما و شما باز همین طعنه کردن، یک کس را مثال ملامت کردن، سرزنش کردن خیلی زیاد است. کدام فرزندی را که میبینین، کدام جوانی را که میبینین، اگر وی توبه کرد تا دیروز وی اگر چی وی بنگ کش بود، اگر چی وی عرق نوش بود، اگر چی وی دختر باز بود، امروز که اصلاح شده است به سوی خدا شکر کنین و در حقش دعا کنین. ان شاء الله خداوند گناهی وی بخشیدگی است. پیغمبر خدا میگوید من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب له بكل مؤمن والمؤمنه حسنه. کدام شما اگر از برای یک زن یا از برای یک مرد طلب استغفار به سوی پروردگارتون کنین، خدای مهربان گوید گناه فلانی بنده را ببخش. وقتی شما میگویید الکی خداوند گفت چند نفری را که شما نامش میگیرید با مقدار اونها خداوند در نامه اعمال شما ثواب می نویسد.
بین ما و شما میگیم اللهم اغفر لی ولی والدی ولی استاذی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات. این خدای ما طلب مغفرت میکنیم از جانب تو از برای بندگانی که چی زن باشن و چی مرد باشن. وقتی همه اینها را نام بگیریم الله که به عدد هر کدام او خداوند در نامه اعمال ما و شما ثواب می نویسد. و شاید که همین دعای ما و شما اثر کند و او بنده خداوند از اهل توبه کننده ها بگرداند. یک قصه برای شما من کرده بودم، اگر یادتان باشد، از مالک دینار بود که وقتی که میگه در کوچه های بصره شهر عراقی که امروز بیچاره ها مسلمان ها در زیر این اسارت کافر گرفتار است، عذاب و مشقتی که این بدبخت لعنتی بالای این مسلمان ها آورده است، انا همون عراق چی یک جای تمام اولیاهای ما و شما، تمام بزرگان ما و شما، چی سردار مذهب ما و شما ابو حنیفه رم حضرت همون مقبرشان خوابگاهشان در همون شهر عراق است. چی یک زمین پاکیزه بود که این نجس الحال در اون داخل در اونجا سکونتی دارد، وجود دارد. مالک دینار میگوید در کوچه های بصره سیر میکردم، به ناگاه نگاه کردم که در یک اطراف کوچه یک بنده خدا در حالت خیلی مست خواب است، مست است، نوشیده است، اینقدر زیاد نوشیده است که دیگر قوتی خیستن ندارد. بازم این میگوید و پیش او وقتی من گذشتم از زبانش الله الله میبرامد. میگوید حیرت ماندم و برای خودم عیب ندیدم که از چنین دهانی ملوث، از چنان دهانی که با خمر آلوده است نام الله برآید. ولی چگونه ای که بعضی بدبختان ما و شما هم در حالت همون برداشتن همون پیاله ها دعا میکنن که با نیت می نوشیم که تا سال آینده یگان بلا و مصیبت به سر ما نیاد، حالان که کثافت درک ندارد که همون نوشیدن خودش بلا هست، همون بلا در دست. دیگر چگونه بلا به سر تو بیاید؟ از این بلای وزنین هست دیگر که حبیب خدا میگوید کسی عرق می نوشد، کسی زنا میکند، در همون حالت از دنیا گذرد و ایمان ندارد، از این دیگر بلا هست؟ یا ربایاتی از حضرت عمر خیام میخواند، فکر میکند عمر خیام مثل وی مست بود. بیچاره چی میداند که عمر خیام هم میش چی معنی دارد؟ میگوید در حال یک ظرف آب آوردم، مالک دینار میگوید، و دهان این آدم مست میگوید شستم، تازه کردم، زیرا از داخل او کلمه الله میبرآمد. و میگوید در حال گفتم اللهم اهدی هذا المخمور، ای پروردگار همه انسانی که خمر نوشیده است، همه انسانی که عقلش خورد است، همین انسانی که از درگاه تو دور مانده است، خدای مهربان همین هدایت کن. و میگوید رفتم. شب میگوید در خوابش حضرت مالک ابن دینار میگوید صدای شنیدم که ای بنده من، تو در حق اون بنده دعا کردی، ما اون دعای تو را قبول کردیم. الحال این بنده که مخمور بود، این بنده که خمر نوشیده بود، الحال در همون مسجدی که تو عبادت میکنی در همونجا عبادت دارد. حضرت مالک میگوید در تعجب شدم، بیدار شدم، آمم نگاه میکنم در مسجد، در یک کنج مسجد نشسته است و سوی پروردگار زاره و تولا دارد. ای خدای مهربان، آن گناهایی که من کردم همگی را مغفرت بگردان. چی بنده شرمنده بودم، پروردگارا امروز که به درگاه تو آمدم ناامیدم نگردان. حضرت مالک ابن دینار میگوید وقتی آمدم از نزدیک نگاه میکنم، همون بنده ای که 2 روز ما دهان او را با آب شسته بودیم و دعا کرده بودیم همون بنده بوده است. و میگوید گفتم حالت چگونه است؟
میگوید این آدم مست چی گفت؟ این آدم مست گفت حال مرا از من چی میپرسی وقتی که تو را خداوند خبر داد از حال من؟ از حال من الله که خدا تو را خبر داد. تو دعا کردی خداوند ظاهر مرا پاکیزه گردانی و با واسطه این دعای تو خداوند باطن مرا هم پاکیزه گردانی. یعنی البته خداوند میبخشد. کدام از شما اگر از صدق به سوی پروردگارتان دعا و تضرع کنین، انشاءالله شما از درگاه پروردگارتان هیچگاه خالی بر نمیگردین. خداوند در قرآن میگوید والذین لا یدعون مع الله الها آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. پروردگار میگوید آن بندگان رحمان نیستند کیها؟ آن کسانی که به پروردگارشان شرک میارند. چی شرک در قرآن خدا اینقدر زیاد ذکر کرده است؟ چقدر عدد شکر همین شرک به خدا آوردن اینقدر خداوند در قرآن زیاد حتی یاد کرده است. بندگان رحمان نیستند آن کسانی که با خدا شرک میارند یا به غیر خدا از دیگرها مدد طلب میکنند. و بندگان رحمان نیستند آن کسانی که مردم را قتل میکنند. و بندگان رحمان نیستند آن کسانی که زنا میکنند. خداوند میگوید کسی که با این عملها اگر دوچار است حتمی جزا را البته در روز قیامت میگیرد. خداوند عذاب این قاتلان، این زناکارها را، آن کسانی که شرکی به خدا میارند میگوید من دوچند میکنم در روز قیامت. لیکن در آخر ببینید چی میگه پروردگار؟ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. بین همون انسانهایی که آدم کشی کردند. من حدیث از بخاری برای شما میگویم، جای تعجبش نیست. شاید در دل بعضی از شما قبولم که نشود، لکن حدیث صحیح بخاری است. میگوید در پیغمبر خدا حکایه کردن و صحابه ها که در بنی اسرائیل یک مرد بود 99 نفر قتل کرده بود. بعد از این از قتل زیاد پشیمان شد و در همون دهه اعلان کرد که آیا در همین دهه یگان عالم وجود دارد؟ گفتن در فلان خانه یک عالم وجود دارد. آمد این عالم پرسید. ای عالم، گفت من تا امروز 99 کشتار دارم، 99 نفر 99 بنده خدا را قتل کردم. آیا اگر من توبه به سوی خدا کنم خدا توبه مرا قبول میکنه؟ این عالم گفت نه. گفت توبه تو را خدا قبول نمیکنه. میگوید خنجر را کشید، این عالم هم کشت. این را پیغمبر خدا حکایه دارد، این افسانه نیست. برآمد بیرون، 100 نفر شد. باز اعلان کرد باز یگان عالم دیگر وجود دارد. گفتن در فلان جا باز یک عالمی هست. پیش وی رفت، گو من 100 کشتار دارم، اگر به سوی پروردگار رجوع کنم خدای مهربان مرا میبخشد یا نه؟ این عالم گفت البته خدا تو را میبخشد، لیکن گفت این دهه‌ای که تو زندگی میکنی چه دهه‌ای نامناسب برای توست. از این دهه گفت سفر کن، به فلان دهه رو، در اونجا گفت بنده های خداتر زیاد است، در بین اونها گو عبادت کن، خداوند گناه تو را میبخشد. این مرد میگوید از صدق که توبه کرده بود برآمد از پیش عالم و رهسپار همون دهه شد. وقتی قریب دهه آمدند که پیک اجل رسید، در حال این نفری که 100 نفر را قتل کرده بود خداوند جانش گرفت. البته هر یک قاتل به خودش باز روزه دارد.
این کسانی که قتل میکنن، این کسانی که غارت میکنن، این کسانی که ظالم هستند، روز از روزها البته جزای خود میگیرند. این پیک اجل این بیچاره در رسید، در حال میگوید فرشته های رحمت آمدند، فرشته های عذاب هم آمدند. فرشته های عذاب گفتند که این بنده تا این روز گفت یگان کاری خیر کردگی نیست، فقط 100 کشتار دارد، این را باید که ما دوزخ برده عذاب کنیم. فرشته های رحمت باشد میگوید شما نمیدانید این بنده توبه کرد، این به سوی همون دیه میرفت برای توبه کردن، به سوی عبادت کردن. وقتی اینها میگوید بین خود مخاصمه داشتند، جنجال داشتند فرشته های رحمت با فرشته های عذاب، خداوند میگوید یک فرشته را به صورت آدم گردانید و گفت رو بین اینها حکم کن. وقتی میگن نزدیک آمد، این فرشته ها فریادش زدن، گفتن بین ما یک داوری کن، این بنده نفری هست که 100 نفر را کشتگی است، ما میگویم عذاب کنیم، این فرشته ها باشد میگوید که نه این توبه کردگی هست، این به سوی توبه میرفت، این را ما بهر راحت میبریم. چی میگویی؟ گو من میگویم که شما همون قدم های همین مرد حساب کنید، اگر به دیهی که توبه کنی میرفت، اگر به همون دیه نزدیک باشد، این روح را در دست فرشته های رحمت دهید. اگر با شرطی که قدم های این به همین دیهی که 100 نفر را کشته است به این دیه نزدیک باشد، در دست همون فرشته های عذاب دهید. میگوید پروردگار چنان مهربان است که همین اندازه را میگن نزدیک آورد. خود پروردگار میگوید برای که این بنده که از صدق توبه کرده بود، این دیه را به این دیه میگن نزدیک آورد. وقتی میگه چین کردن این قدمی، میگه این بنده همگی فرق کننده به سوی دیهی که توبه کنی میرفت، یک وجه فرق کننده بود، با همون دیهی گفت جای توبه کردنش یک وجه زیادتر بوده است. فرشته های رحمت میگه جان ای را گرفتن رفتن، گفتن این شایسته رحمت پروردگار است، این خداوند بخشید. برای چی؟ به خاطری که این با نیت توبه میرفت. بین در این خیل حالت وقتی که خداوند بنده را میبخشد، پس دیگر چی جای پنهان کردن رحمت الهی است؟ همه ما و شما باید اولا به سوی پروردگار توبه کنیم و تمام آن جوانهایی که در دیهی ما و شما، در کوچه ما و شما زندگی میکند، آنها را ملامت نکنیم. تا دیروز تو عرق نوش بودی، تا دیروز تو آدم کش بودی، تا دیروز تو زیناکار بودی، تا دیروز تو قمارباز بودی، تا دیروز دیگر گفته. این سخنها را باید ما و شما دیگر در بین اونها جاری نکنیم. زیرا التائب من الذنب کما لا ذنب له. پیغمبر خدا میگه توبه کننده از گناه مثل همون کودکی که از مادر تولد میشود، مثل همون است، هیچ گناه در نزد پروردگارش ندارد. فقط در اینجا یک شرط است که شما توبتان توبه نصوح باشد، توبه صادقانه باشد. ای موی سفید کرده نام سیاه، یک چند گریخته ای زی درگاه خدا. این ملامتی ماست که ملامت میکنیم. تا که از درگاه پروردگار میگریزی؟ کی میای مسجد؟ حق میگوید مرا کرم بسیار است، ناامید مشو بنده، بیا عذر بخواه. هیچگاه ناامید نشو ای بنده من، بیا عذر بخواه، من عذر تو را قبول میکنم اگرچه در کدام سالی که تو باشی. یعنی اینا همش یک رحمت پروردگار شماست و این یک خیلی مکافات های کلانی هست برای همو بنده های گناهگاری که اگر خواهم به سوی پروردگارشان توبه کنند. لکن بعضی عزیزان ما و شما باز در کتابا خاطر رسان کردند که این معنای او را ندارد که شما دیگر استادگری کنین، زنا کنین، عرق نوشین، آدم کشی کنین، گوین که خداوند بعداً میبخشد مرا. این معنای او را ندارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الحال اینجا یک سوال های آمده است، تعجیلی همین سوال جواب میگردانیم و بعداً انشاءالله دعا میکنیم. سلام ای واعظ راه خدا. بعد از سلام این که من یک مخلص اشدی شما از ناحیه حصار. من زن گرفتم و زنم فرمان دادم که حکم خداوندی را اجرا کن.
یعنی با سطر باش. حتی او را با سختگیری عائله‌مان قرآن خوان هم کردیم. یعنی این برادر حصاری زن گرفته است و این زن که زنی بی سطر بوده است سطردارش کرده است و در خانه آدم مسلمان که آمده است هم قرآن خوانش هم کردند، ولی مادرش از این راضی نیست که وی با سطر باشد. او میگوید که این حکم خدا نیست، این حکم ملاهای حاضره می باشد. یعنی مادرش از همین سطر راضی نیست. چی مادر بدبختی بوده است، از این سطر دخترش راضی نیست و میگوید که این حکم ملاهای حاضره می باشد. افسوس این مادر شاید اگر مادر نابینا باشد، کور باشد، و الا اگر در همین آینه نیلگون در همین تلویزیون نظر کن دولت‌های اسلامی را، دولت‌هایی که اسلامی هستند، زنهای همونا را نگاه کن، سطرهای همون ملاها کردند. اگر این حکم خدا نباشد، اون زنها که همه عالمه هستند، همه اونا عالم هستند، اونا قرآن خوان هستند، اونا در قرآن این فرمان پروردگارشون دیدن و سطر کردند. و اگر این مادر خودش دانا باشد، حدیث ابو هریره هست در صحیح بخاری میگذرد صنفان من امت اهل النار، پیغمبر خدا میگه دو گروه از امت من دوزخی هستند. قوم معهم سیاد کاذناب البقر یضربون بها الناس. یکم ان همون مردهایی که در دست دره دارن، در دست بگیم دوبینکه ها دارن، که اذناب البقری گفت پیغمبر، یک تیاق میبراید که مثل دنب گاو است. گفت در دوره های پیغمبر این وجود نداشت، این از باب معجزات است. با این گفت مردم هم میزنن